درود، اومده امروز با پارت 2 اخبار سیزن 3 یعنی سیزن بعدی. اولین خبر اینه که شما میتونید برید همین جعبه های ایونت 111 رو ذخیره کنید و هر وقت عشقتون کشید باز کنید. یعنی میتونید جمعش کنید تا حالا شاید یه شانس بهتری بهتون بده. خبر بعدی در مورد صفحه‌های دانلوده که قسمت بندی شده. یه جورایی مثلا من مثلا بگم کاراکترهای اپیکو تو این موقع دانلود کن. و اخبار آخر در مورد بافا نرفاس که فقط بافاشو اینجا نوشتیم و اون گانای جدید اون کلاس جدید مولتی که البته بچه این بافا رو فقط نوشته باف شده، ولی اگه میخواید ببینید مثلا چیش باف شده، مثلا ریکویلش کم شده یا رنجش کم زیاد، برید ویدیو قبلی رو ببینید. در مورد حالا اون عکسش گذاشتم، پچ نوتش هم دیگه براتون بگم. بچه لایک و ساب یادتون نره، لطفاً لایکو بزن، چون یوتیوب الان من ویدیو قبلی دیدم 7 لایکو پرون داد. قشنگ خیلی داره اذیت میکنه. سابم بزنید، یه انرژی زیادی به ما میده. تا موقعی که یوتیوبر نشید متوجه نمیشید چرا میگم سابو بزنید. و تشکر فراوان، خدا نگهدار.